سلام، روزتون بخیر. امروز آموزش پاستیل خونه خیلی آسون و راحت رو داریم که میتونین واسه فسقلیاتون درست کنید. نیاز داریم به یه بسته پودر ژله و 2 قاشق پودر ژلاتین که خوب با هم مخلوطشون میکنیم و یه لیوان آب بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم و روی بخار کتری به روش بنماری اونو هم میزنیم تا همه ذرات حل بشن. اینجا نیاز داریم به قالب و اگر نداریم میتونید از این ظرفای پلاستیکی استفاده کنید. با مقدار خیلی کم روغن اونا رو چرب میکنیم و مایه پاستیلمون رو توی قالب یا ظرف میریزیم و قالبا رو میذاریم توی سطح صاف مثل سینی. من بعد از اینکه قالبا رو پر کردم بقیه مایه پاستیل رو توی ظرف پلاستیکی ریختم و گذاشتم داخل یخچال. بعد از 1 ساعت و نیم که بس بیرون آوردم و از توی قالب جدا کردم و اینجا ظرف پلاستیک ما بیرون آوردم و با وسیله‌ای که واسه سیب زمینی خورد کردم بود اونا رو شکل دادم. به همین آسونی میتونی واسه بچه‌هاتون یا خودتون یه پاستیل خیلی خوشمزه و راحت درست کنید.